سلام رفقا، من سونیا هستم. قدرت من از نوع غیر فعال، یعنی نیازی نیست دکمه‌ای بزنید یا کاری بکنید، خودش توی لحظه حساس فعال میشه. حالا بریم ببینیم چطوری کار میکنه. فرض کن توی یه درگیری سنگین گیر افتادی و دشمن داره آخرین تیر رو میزنه تا بکشدت. همون لحظه یه شیلد محافظ اطرافم ایجاد میشه که 50 تا جون داره و فقط 2 ثانیه دوام میاره. به نوار آبی رنگ بالای HP توجه کنید. این همان 50 تا جون شیلدتونه. در واقع توی اون 2 ثانیه من یک فرصت طلایی دارم که یا حریفو بزنم یا خودمو نجات بدم. البته شیلدم در اثر افتادن از ارتفاع، قرار گرفتن در زون یا حتی انفجار نارنجک خودم نیز فعال می شود. زمان بازیابی قدرتم 180 ثانیه یا همان 3 دقیقه است که در مقایسه با زمان بازیابی قدرت سایر کاراکترها نسبتاً زیاد محسوب می شود. حمایت یادتون نره.